امروز مثلا دلار چرا چیز شده؟ بلند است. و چرا مسلمان ها اقتصادشان ضعیف است؟ چرا پیسه مسلمان ها، اگر شما فکر کنید دینار مسلمان ها از طلا و نقره هست، اگر مسلمان ها پیسه دینار می داشتن، اگر حکامی که حال فعلا در اون منطقه هستن اینا مسلمان های حقیقی می بدن، امی نفت و تیل خدا میگفت که ما صاحب ایره به دینار می فروشیم. مجبور بود که امریکا و اروپا طلاهای خدا چی میکردن؟ می آوردن و با مسلمان ها می دادن و در مقابلش تیل میکردن. آلی چی میکنه؟ آلی یک چیز جور کردن به نام پترو دلار. شما یک چیز بخواین پترو دلار، اما قرارداد پترو دلار قرارداد کردن و گفتن که باید تیل مسلمان ها با چی فروخته شود؟ با دلار فروخته شود. دلار چی است؟ دلار یک کاغذ خالی است. کسایی که دلار را چاپ میکنن کی